سلام خوشگلا، امیدوارم که حالتون عالی باشه. بچه‌ها توی این ویدیو میخوام 0 تا 100 کاشت موقت رو با کلی تکنیک بهتون یاد بدم. قبل از هر چیزی خوشحال میشم لایک و سابسکرایب کنی تا انگیزه‌ای بشه برای من تا ویدیوهای خفن بیشتری براتون بذارم. برو بریم. همونطور که تو تصویر میبینید رعایت نکات بهداشتی خیلی مهمه. قبل از هر چیزی وسایل مورد نیازمون رو استریل میکنیم و از کلاه یک بار مصرف برای مشتری استفاده میکنیم. وسایل مورد نیازمون برای کاشت موقت یه لاین موژه ریسه‌ای از اینا که تهش گره‌ایه یا فیشر ساده، چون ما میخوایم موژه کوتاه بلند کار کنیم از موژه های کینگ استفاده میکنیم. یه دونه پنس نیاز داریم، یه دونه قیچی و یه چسب موقت که کیفیت و ماندگاری خوبی داشته باشه. بچه‌ها کاشت موقت بستگی به سلیقه خودتون و انتخاب مشتری داره که چجوری انجام بشه. من لاین پایین رو میخوام از موژه های ریسه‌ای ساده استفاده کنم. همینطور که میبینید به صورت 3 تای قیچی زدم. سر و تهش هم حتما باید بزنید. اگه یه خط از اون ریسه بمونه میره تو پلک مشتری و اذیتش میکنه. برای لاین بالا هم از موژه های فیشر کینگ استفاده میکنم. نحوه قیچی زدنشم یعنی بریدنش رو براتون گذاشتم تو ویدیو ببینید که هیچ بخشی از اون ریسه مشخص نمیشه. تا جایی که میتونید قیچی بزنید تا حدی که اون حالت موژه تغییر نکنه که چشم مشتری اذیت نشه. حالا برای نحوه چسب زدن این خیلی مهمه که چجوری شما چسب بزنید. اول از هر چیزی نه خیلی کم چسب رو میزنید که موندگاریش بیاد پایین، نه خیلی زیاد میزنید که چسب تقریبا تا وسطای موژه بیاد و اون حالت طبیعی بودن رو از موژه بگیره. تقریبا 1/3 موژه‌تون رو چسب میزنید، همینطور که من توی تصویر براتون دارم نشون میدم. بعد اگه میخواین لاین پایین چشم رو کار کنید، لاین پایین موژه رو کار کنید به صورت هیدن، چسب رو به بخش داخلی موژه میزنید و خیلی آروم با پنس موژه رو میچسبونید به زیر موژه های مشتری. نکته مهمی هم که اینجا باید بهتون بگم، موژه شما، موژه‌ای که دارید برای مشتری میذارید نباید به لثه پلک بچسبه. باید حتما 1 الی 2 میلیمتر فاصله داشته باشه با لثه پلک، چون این باعث میشه که موژه های مشتری اذیت بشه، یه حس کلافگی بگیره. پس حتما یادتون باشه که وقتی میخواید موژه رو بذارید 1 الی 2 میلیمتر با لثه چشم مشتری فاصله داشته باشه. خیلی راحت موژه رو قرار میدید و با پنس یه ذره این ور اون ورش میکنید که ببینید خوب چسبیده رو موژه های مشتری یا نه. اگه اوکی بود که کاری نداریم میریم موژه بعدی رو میذاریم، اگه اوکی نبود برش میداریم و دوباره اصولی نصبش میکنیم. بچه‌ها تو کار موژه حتما باید صبور باشید و اینکه حوصله به خرج بدید. هر چقدر بیشتر صبور باشید و حوصله به خرج بدید انقدر کارتون ظریف‌تر و خوشگل‌تر میشه. این تکنیکی که من استفاده میکنم بعد مثلا 2 یا 3 تا موژه که چسبوندم رو موژه های مشتری یه ذره فن میگیرم که اون حالت چسبندگی از بین بره و چسب خودش رو بگیره، خشک شه موژه ها. اگر هم دیدید پلک بالا و پایین با این چسب موقته یه مقدار به هم چسبیده، مشکلی نداره، یعنی بابت این استرس نگیرید. بعد از اینکه موژه رو چسبوندید فیکسش کردید، پنس رو میندازید لای 2 تا پلک. فقط حواستون باشه با چشم مشتری به هیچ عنوان برخورد نداشته باشه. پنس رو میندازید بین 2 تا پلک و آروم هل میدید به جلو. این حالت چسبندگیش میره، پلکا از هم باز میشه. در کل شما وقتی که حین کار چسبندگی داشته باشید بین 2 تا پلک، چیزی نداره که بابتش نگران باشید. بعد از اینکه کارتون تموم شد همین تکنیکی که من گفتم و استفاده کنید و فن بگیرید، چسب موژه خشک میشه و اون مشکلتون برطرف میشه، جایی واسه نگرانی نیست. خب یه نکته مهم دیگه که باید بهتون بگم، شما باید جوری بشینید کارو انجام بدید که دید کامل به چشمای مشتری داشته باشید. یعنی اینکه وقتی موژه رو میخواید بچسبونید دقیق ببینید که موژه دقیقاً به کدوم قسمت چسبیده، به کدوم قسمت موژه ها چسبیده، فاصلش با پلک حفظ شده باشه. اینا نکات خیلی مهمیه.
و یه چیز خیلی مهمی که باید بهتون بگم، شما وقتی که کاشت موقت انجام میدید برای اینکه موندگاری کارتون بره بالا، موژه هایی که کنار هم میذارید سعی کنید یه کوچولو رو هم چسبیده باشن. یعنی مثلا الان یه موژه گذاشتین کار کردین، موژه بعدی که میخواین بیان کنارش بچسبونید کنارش نباشه، یه کوچولو بیاد روی موژه بغلی، مثلا 1/3 تا 1/4 بیاد زیر موژه قبلی که گذاشتین بچسبه. این کار باعث میشه که موندگاری کارتون خیلی بره بالاتر. خب اینجا لاین زیری کم کم داره تکمیل میشه. حالا میخوایم بریم سراغ این که لاین بالا رو بذاریم. به مشتری میگید که چشماشو آروم ببنده، رو هم فشار نده، حالت عادی باشه. موژه ها رو دونه دونه میبرید. حواستون باشه که سر و ته موژه ها از اون ریسه باقی نمونده باشه، چون پلک مشتری رو به شدت اذیت میکنه. خب مشتری چشماشو میبنده. حالا اینجا چسب زدن خیلی مهمه. شما برای اینکه کاشت هیدن رو انجام بدید چسب رو به قسمت داخلی موژه میزدید. الان چون موژه رو ما از رو میخوایم بچسبونیم، چسب رو به قسمت زیری موژه میزنیم. مثل همون سری قبلی به 1/3 موژه چسب میزنیم، قسمت زیریش باشه. بعد مقدار چسبم حواستون باشه اندازه باشه، نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد باشه. آروم آروم موژه ها رو کنار همدیگه میچسبونیم به همین راحتی که تو تصویر میبینید. بچه‌ها یه نکته‌ای که باید اینجا بهتون بگم، من نحوه چسب زدن رو هم برای کاشت هیدن هم برای کاشت تکلان که از رو استفاده میکنیم براتون تو ویدیوهای کوتاه گذاشتم. اگه اینجاشو ایراد دارید حتما برید اونو ببینید که رفع اشکال بشه. بعد از اینکه موژه رو گذاشتید تکمیل شد، با پنستون موژه ها رو هم آروم آروم فشار میدید که چسب قشنگ بره تو خوردش و یه کوچولو فر میگیرید رو موژه ها که اون حالت چسبندگیش از بین بره. و اینم از انتهای کار ما که فوق العاده طبیعی و خوشگل شدش. اگه این ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم لایک کنی که انگیزه‌ای بشه برای من برای گذاشتن ویدیوهای آموزشی بیشتر.